شرمنده همه دوستان افغانستانی امروز خیلی پیام‌های زیادی داریم، دل منو درد میاریم پیام از طرف دوستان افغانستانیه که میگه رفتی اونجا دیدی چقدر ما بهت محبت میکنیم، ولی به گفتن هموطنان شما تو ایران چرا دارن با ما اینجوری میکنن؟ چرا ما رو به این چشم میبینن؟ چرا همچین برخوردی دارن؟ تو بهشون یا زام ناهو خودت ضمانت کن خدا از سر تقصیرات ما بگذره، از هر کی مثل من اشتباه قضاوت میکرد و اومد دید اصلا ماجرا یه چیز دیگه است، اصلا روم نمیشه. یا زام ناهو خودت ضمانت کن تا اینجاش به ما همه جور حال دادی، اینجا اومدم ضامن باشه خدا از سر تقصیرات همه ما بگذره که زود قضاوت میکنیم. اصلا الان که تو ایران اومدم اکسپلور میگم خواستم یه داستان دیگه دارم میگن از افغانستان، با من تو دلش اومدم، اصلا زمین تا آسمون دقیقاً 180. راست میگه، تو این اینستاگرام هی بگردی خیلی چیزای چرت و پرتی نشون میده اصلا در مورد افغانستان.